دا بازیکنی که آخرین جام جهانیشان است که در جام جهانی نمیبینی بازی کنن فوتبال. در رتبه دوم سونگ هیون مین از کره جنوبی، در رتبه نهم کاسمیرو از برزیل، در رتبه هشتم ویرگیل وان دایک است از مچم، در رتبه هفتم کیوین دوبراینه از بلژیم، در رتبه ششم هم گولیرمو اوچا از مکزیک است، در رتبه پنجم هم نیمار است که دیگه بازی نمیکنه، این آخرین جام جهانیش است بیادر. در رتبه چهارم هم روبرت لواندوسکی است، یا اون پیش در رفته پشت راهش. در رتبه سوم هم لوکا مودریچ است، این خیلی وضعش خراب است، باید بازی نکنه، این آخرین جام جهانیش باشه. در رتبه دوم هم کس لیونل مسی است که یا هم خلاص است که بیادر آخرین جام جهانی. در رتبه اول هم کس کریستیانو رونالدو است از پرتغال دیگه، یا هم خلاص است بیادر، یا هم آخرین جام جهانیش است. دو بازیکنی که فهمید دیگه که تا بازیکن برده دیگه فوتبال مزهش میره دیگه. دا بازیکنی که آخرین بازی یا دا بازیکنی که این آخرین جام جهانیشان است در فوتبال.